اول از همه بافت پنبه‌ایشو ببینید، وسطش هم کلی شکلات داره. با مواد اولیه ساده و در دسترس به راحتی میتونید این نون رو توی خونه‌تون درست کنید. قول میدم همه عاشقش میشن. آبو به همراه خمیرمایه و شکر توی کاسه بریزید، بعد از اون نمک، تخم مرغ، وانیل و روغن رو بهش اضافه کنید. ترکیب که کردید، نصف آرد دست رو روی مواد علک کنید و بعد از اون کم کم آرد رو به موادتون اضافه کنید تا خمیرتون حاصل بشه و سعی کنید با ورز دادن چسبندگی خمیر رو بگیرید و بیش از اندازه به خمیرتون آرد اضافه نکنید. بعد از اون خمیر رو چونه کنید، داخل یک کاسه که چرب کردید بریزید، روی سطح خمیر هم چرب کنید. اینجوری خمیرتون پف میکنه. پفش رو بگیرید و اون رو به تکه های مساوی تقسیمش کنید و هر کدوم از قسمت ها رو به شکل یک چونه در بیارید. بعد از اینکه تمام قسمت های خمیرتون رو چونه کردید، هر کدوم از چونه ها رو کف دستتون باز بکنید و وسطش یه تیکه شکلات بذارید. به جای شکلات میتونید از نوتلا یا هر مغزی که دوست داشتید، حتی پنیر و گردو یا حتی مواد گوشتی و مرغی بریزید و به صورت یک چونه در بیارید. توی ظرف مورد نظرتون بچینید، روشو ببندید تا استراحت نهایی کنه. بعدش رومال کنید و با هر چیزی که دوست داشتید تزیینش کنید. رسیپی این نون شکلاتی فوق العاده رو از پیج دوستم راحت پز برداشتم. پیجش رو توی کپشن براتون میذارم، حتما سر بزنید چون که کلی رسیپی‌های فوق العاده و جذاب توی پیجش داره. همیشه هم تاکید میکنه تا نون داغ روش رو دستمال بکشید 10 دقیقه بمونه تا اینجوری نرم و پنبه‌ای بشه. هر چقدر از خوشمزگی و لطافت این نون بگم کم گفتم.